میرن یک دونه اربکی رو پیدا میکنن، لچک، لندغر، بی تربیه، بد اخلاق، بازو میخزه چرس میزنه، بازو چرس نامش میمانه بطی فقیری. خب مردم خودتون کردین. ملا را چرا میگی؟ ما تمام روز میگیم که چرس حرام است، تمام روز میگیم هیروئین حرام است، تمام روز میگیم سیگرت حرام است، تمام روز میگیم نسوار حرام است. نکنین این کارا را. بازی میگه نه سه بی خویی سر چرس گپ نزن که بطی فقیری است. باز این نفر اربکی میخیزه، باز بطی فقیری را میکشه. باز یا خانم های خود تمام روز برشان گفتیم که مردم اگه برشان عقیده را درس بدیم، باز میگه این سایکو تاواله کس چیز نمیگه. اگه برشان میگه که اینی فالبین کافر است، اینی کسی که تو را فالت میبینه ادعای علم غیب میکنه، ای که میگه که من دختر تو را میتونم که تو را الله اولاد نداد، من به زور بر تو اولاد پیدا میکنم، ای کافر است. ای در تقضا و قدر و تقدیر الهی مداخله میکنه. مراجعین از یام کافر است. نرین پیش از این کافرها و پیش از این مرتدا. باز این مردم میرن پیش هندو، پیش اربکی، پیش مثلا اون مردمای جاهل و پیش از اون میشنه باز خانم خدا میبرن. باز قرارات گرز کشش باز دهنته. باز وقتی که باز اونمو جاهل الخبیثات للخبیثین، حالا الخبیثه امو زنای خبیث بد اخلاق، اینمی لچکای لندغر فالبین و هندو و اینمی مردم ها هستن. او خبیثه میخیزه بر از این خبیث میره. صحیح نه؟ وقتی که خودشان رفتن بازیگر از فیلمایشان میبره، باز که فیلمایشان برام باز چی میگه؟ این صاحب ملا فلانی خانه، این نامش تیار. این چی از جنگ فکری هست. اما اگر او رو گذشته از رو بخیزی مطالعه بکنی، این نفر خوب بری سیل بکنی، باز خودشان میگه که این نفر صاحب اول پلیس اربکی بود، باز پسان مثلا قماندان اربکی شد، باز بالاخره زنا رو میگیره برای مردها و ترا میبرد کارهای زشت میکرد، باز بالاخره خودش بابانی تاویزی گپا جور کرد و باز بالاخره بر از اونها سیستم جور میکرد و زنای مردم میگرفت و در خدمت اونم قماندانها قرار میداد. اینا خوب کل این چیزا رو میبینن، همه عقل نداره. اون مردم روان نکنه زنتون پیش از این مردم. او مردم اینمی کافر است. حالا ما تمام روز چیغ زدن میریم. او مردم نکنین از برای الله. شما میفهمین که چی حالت است. و با وجود ازم که سعی کنین نه والا صاحب پیش فلانی رفته بودم، والا صاحب تمام روز اینمی است. چرس برام بطی فقیری میکشن، بینمازی رو به نام رسیدن است که ما رسیدم نماز نمیخوانم و دیگهش مثلا میخواد که من بر فلانی دختر میته و با فلانی بچه میته و تمام روز قصه های از هست. تمام روز میکنه. لکن با وجود ازم که ببینی لهم قلوب لا یفقهون بها، هر قدر برش میگی بازم نمیگه. درس باز که پیش از او رفت این بچه جوان درس دادیم، شاگرد من در پانتون اومد میگه استاد شما دیروز درس دادین بر ما که این کسایی که چی میکنن فال میبینه این ادعای علم غیب میکنه، این کافر میشه و مشرک میشه. خب درست است. میگه دیروز من رفتم در لب سرک شیشتیم که یک اندو شیشته، یک نفر زن خدا که خرجی چند شیشته پیش روی اندو هم از روی کدام کتاب پشت از کتابش هم عکس بگوان است، عکس بت است. اندو معلوم است بت پرست است. این از روی کتاب بت پرستی بر از این فال میبینه که تو 4 تا اشتک پیدا میکنی، 3 تا قسم پیدا میکنی. این بچه بیچاره کمک عقیده رو یاد گرفته، رفته پتلون کاوبای در جانش، آستیناش هم قولوچ، مویایش هم ترینام. این صاحب رفته بر از این گفته که او برادر همین دیگه ما هر قسم که است من خودم با قدر چیز نیستم، خب منتها اینمی اندو کس کافر است و تو از اینکه پیش از اینکه فال میبینی ای از علم غیب گپ میزنه، دعای علم غیب میکنه و تو خانمت پیش روی ازی شاندی، اگه بگه پایزی تایید کنی تو کافر به قرآن شدی. و حدیث دیروز استاد برای ما گفت که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که اگر کس پیش یک فالبین میره و بازگه پایز رو تایید میکنه کافر شده به قرآن عظیم شان. حالا تو پیش از این فالبین پیش مسلمان فالبین کافر میشی. خود تیارن بیرقشون که لنگیشون معلوم است، لنگی اون دیگری سن معلوم است سک است. میگه سک برش گفت که او کاکا کمک خیز گفت که لالای چی میگه؟ او برش میگه که آرامی وهابی است. این بچه هم صاحب این وهابی چه قسم است؟ ما افتم حالا تا والا این تعریفش ما هم نفهمیدیم. این تعریف وهابی رو ما تا والا نفهمیدیم. در اروپا که است، اروپا وقتی که ما بحث کردیم اروپایی هایی که مثلا سیکولر هستن و میگه هر کسی که مسلمان است وهابی است. میگه این شما سعی کنید گپای زیاد کردن دفعه بشنوین. یک زن بود در آلمان، باز همیشه میگفت یک روز میگفت همین استاد دایی که است این نوکر وهابی است. من که یک کسی یک چیز بگه من گپش خوب دقیق میشنم تو باشه می دلیل از چی است. باشه می دلیلش بشنم میشه می کدام عیبی ما داشته باشه مگر عیب داشته باشم خود اصلاح کنم.
گفت این استاد دایی کس نوکر وهابی است. دلیلش چی هست؟ شما میفهمین دوستای عزیز که وهابیا کیست؟ همین زن دیگه شروع کردن. وهابیا کسایی هستند که 14 قرن قبل از مکه و مدینه آمدن و پدرکلانهای ما و شما را غلام و برده خود ساختن. منظورش کی است؟ صحابه و تابعین و تابعین. بنابراین غربی ها کل کسایی که چی هستن؟ مسلمان هستن از عصر صحابه پیغمبر صلی الله تا امروز پیش از او کل چی هستن؟ وهابی هست. خب از اروپا که بری ایران، ایرانی ها را پرسان کنی آخوندهایش که به نظر شما وهابی کی است؟ بازو آخوند ایرانی میگه که او برادرها شما مردمای ایرانی بسیار بیعقل هستین. وقتی که در ایران دروازه هر ایرانی را باز میکنی 2 تا طفلک، یکی 4 ساله یکی 6 ساله، اما در پهلوی این ایرانی خانه دیگری وهابی است که وقتی دروازه وهابی باز میشه 16 تا اولاد داره. کی وهابی میگه؟ کل اهل سنت پیش از اونا، پیش آخوندهای از اونا کل اهل سنت چی است؟ وهابی هست. حالا در افغانستان که بیایی هر کس که بدت آمد خوشت نامد بگوش وهابی، بگوش وهابی. یک نفر بود در طرفای پکتیا، اونجا اون دعا داره. یک نفر مثل خطیب مسجد است، کلی دستشویش مارچ میکنه و هم دستشویش مارچ میکنه و هم سر زمین. یک نفر که می این مارچ نمیکنه، برای گفت که ولوده این کلی مارچ میکنه، تو چطور دست من مارچ نمیکنی؟ تو به این کرامت و ولایت من قناعت نداری؟ او برش گفت که او شیخ صاحب صحیح است، تو خوب آدم هستی، من اون دوستم. این اون دو بوده. گفتم من اون دوستم، من اون دوستم در خوست دکاندار هستم، من مارچ میکنم میرم از پیر خودم مارچ میکنم، اما تو که تو خب مربوط از این مسلمان هستی من نمیکنم مارچ. برای گفت یا مارچ میکنی یا تجارت تا خراب میکنم. برو خراب کن، تو چیکار است؟ مخصر تو عقیده نداری بس ترا مارچ بکنم. رفتم مسجد گفت که اوه مردم اون دو وهابی شده دیگه از این سودا نخریم. میگه کلگی دروازه رو صحیح حالا میگه کلگی از دکان از هیچ کس سودا نمیخره. بالاخره میگه دیگه رسی مردک آمد برش گفت که او شیخ صاحب دسته چی که پایایت هم ماچ میکنم، هر چی که میگی من مردم از گشنگی، بگذار که این مردم سودا بخره. ماچ میکنی آقا ماچ گرفتی این دو ساعت 4-5 دفعه ماچ کرد برو خلاص. رفت گفت او مردم اون دو پس اون دو شد. پس خوب شد. این حال در افغانستان چی است؟ دشمنای اسلام. دکتر نجیب اولین کلمه وهابی را کی رواج داد؟ دکتر نجیب. شما بیانیه دکتر نجیب ببینید، این مجاهدین کلش وهابی میگه فینا که هستن وهابی ها میخواین که در افغانستان حمله کنه، اون وهابی ها در جلابات حمله کرد، اون وهابی ها اتکاد و کلش این مسلمان ها و مجاهدین اطرار چی میگفتن؟ وهابی میگفتن. هر کس که کمونیست می بود که تو نظام کمونیستی بودی مفخوب اون دگاهش اینه وهابی. این حال چی گپ است؟ در جنگ فکری اینمی سیستم است. میخواین که مکاتب چی کنن؟ مکاتب باید سیکولر باشه. انستیتوت ها چی باید باشه؟ سیکولر باشه. در این انستیتوت چی درس میده؟ کتاب ها کلش اینم تو چغل شده میره. چغل شده میره. باید کتاب ها از یک سر باید چی باشه؟ اما تو 50 مرتبه باید اینمی کتاب پاککاری شده. کتابی که در پانتون میشه در او کتاب کلمه جهاد جرم است. در فلانی صفحه کتابت کلمه جهاد آمده. چرا؟ شهادت جرم است. خیلی چطور کنیم؟ نه، یک گروپ از در اردن یک گروپ از ملاها و مولویای درباری رشاند و گفتن فقط در کتابای درسی مکاتب چون مسلمان ها هستن برای چی رو بیار؟ فقط برای آیات رو بیار که فضیلت نماز باشه، فضیلت روزه باشه. دیگه این میگه پا گفته شوه و لباس شخصی است، چهره شخصی است.
اسلام در روی تو کار نداره، اسلام در لباس تو کار نداره. اینی آستا 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 اینه به شکل چی کردن؟ میخواین از این طریق فارغی که از این پوانتون فارغ میشه، از این مکتب فارغ میشه، از این انستیتوت فارغ میشه، این فامیده یا نافامیده سیکولر است. از این خاطر خود به خود سعی کنید صنف اول یک همه خوب است، صنف دو، صنف سه که رسید، صنف چهار که رسید، بالاخره در کلیه از کلش فکر چی است؟ فکر سیکولاریستی است. چرا کتاب سیکولاریستی؟ استاد سیکولاریسم درس میده، منهج سیکولاریسم است، خود به خود چی میشه. پلان تعلیم و تحصیل سیکولار در مؤسسات، پلان های درسی را کلش سعی کنیم پلان های سیکولاریستی است. میبر تو اینمی سیستم است، اینمی سیستم است. محکمت میگه چرا اینو گفتی؟ ایناله در مکتب در پوانتون فشار برای از بر بردن تعلیم و تربیه اسلامی، تعلیم و تربیه اسلامی را روز به روز اولین وزیری که آمد زورش را چی رسید؟ ثقافت است. پوانتون یک ایراتی بود، باز در این پوانتون افغان امریکایی رئیس شد، وزیر تحصیلات عالی مقررش کردن. آمد اول چیز ضربش به ثقافت رسید. 4 سال است نیره، 2 سال بسازن، 2 سالش هم باید کم بسازن. اولین ضربه چیست؟ باید تعلیم و تربیه اسلامی از اینجا برداشته شد. و هم چی است؟ ایناله این سیستم است، اسلوب غربی است یا سیستمشان است. یعنی تو نیست که ما بگیم این در افغانستان است، در دیگر مملکت ها نیست، این در مصر است، این در اروپا هست، این در کشورهای اسلامی، در هر جایی که اینا کامیاب میشن و قدرت سیاسی را میگیرن یا نظام تعلیمی را جنگ فکری هست که اینمی جوان باید مغزش اینمی قسم تربیه شود و تو خبر نداری غیر مستقیم این چیزها را از ذهن تو میورداره، عقیده درست اسلامی را میورداره.